خب فکرشو بکنید، سال 1932 هست. دنیا روی لبه یه فاجعه دیگه ایستاده. توی همچین شرایطی دو تا از بزرگترین ذهن‌های قرن 20 یعنی آلبرت اینشتین و زیگموند فروید شروع می‌کنن به نامه‌نگاری. اینشتین فیزیکدان نابغه یه سوال خیلی اساسی از فروید پدر علم روانکاوی میپرسه. سوال اینشتین خیلی ساده و سرراسته. چرا جنگ؟ چرا اینقدر راحته که آدما رو برای نفرت پراکنی و نابودی بسیج کنیم؟ اصلا میشه از طریق روانشناسی کاری کرد که جلوی این فاجعه گرفته بشه؟ یه سوال به ظاهر ساده که در واقع داره به پیچیده ترین بخشای وجود انسان و جامعه دست میزنه. برای اینکه بفهمیم این سوال چقدر حیاتی بوده، بیایید یه نگاهی به زمینه تاریخی ماجرا بندازیم. سال 1932. هنوز خاطره وحشتناک جنگ جهانی اول از ذهن‌ها پاک نشده. جامعه ملل هم که تشکیل شده بود، خیلی ضعیف‌تر از اون چیزی بود که انتظار می‌رفت و سایه شوم یه جنگ دیگه کم کم داشت روی اروپا سنگینی می‌کرد. دقیقاً تو همچین فضایی بود که اینشتین دست به قلم شد و این سوال مهم رو برای فروید فرستاد. تو این تحلیل می‌خوایم قدم به قدم با استدلال فروید پیش بریم. اول می‌بینیم جوامع و قانون چطوری شکل گرفتن، بعد یه شیرجه میزنیم به نبرد درونی که توی روان همه ما در جریانه، بعدش این بحث رو به پدیده‌های اجتماعی مثل حس استیصال و تحقیر وصل می‌کنیم و آخر سرم با نگاه امیدوارانه فروید به نیروی زندگی بحث رو جمع‌بندی می‌کنیم. خب بزنیم به دل بحث. فروید تحلیلش رو با یه سوال خیلی بنیادی شروع می‌کنه. اصلاً تو تاریخ بشر دعواها چطوری حل و فصل می‌شدن؟ چطور شد که جوامع از یه دنیای وحشی و پر از خشونت رسیدن به چیزی به اسم قانون؟ نکته جالب ماجرا اینجاست. فروید میگه اول کار هر کی زورش بیشتر بود حرفش به کرسی مینشست. خیلی ساده. اما بعدش آدمای ضعیف‌تر فهمیدن که اگه با هم متحد بشن قدرتشون از قدرت اون یه نفر قوی بیشتر میشه. این دقیقاً همون لحظه‌ایه که قدرت یه اجتماع جای قدرت یه فرد رو میگیره. و همین قدرت جمعی پایه چیزیه که ما امروز بهش میگیم حق. پس نکته کلیدی همینه. از نظر فروید حق چیزی نیست جز قدرت یه اجتماع. یعنی یه گروه وقتی میتونه ادعای حقانیت کنه که تونسته باشه با اتحاد و همبستگی یه قدرت اجتماعی واقعی درست کنه. زور رو فقط و فقط با یه زور جمعی و متحد میشه شکست داد. خیلی خوب، حالا از بحث جامعه و اجتماع میریم به قلب روانکاوی فروید. اون معتقده برای اینکه واقعاً جنگ رو بفهمیم، باید اول نگاه کنیم به جنگی که هر لحظه توی وجود تک تک ما در جریانه. فروید از 2 نیروی اصلی حرف میزنه. اولی اروس یا همون رانه زندگیه. نیرویی که ما رو به سمت ساختن، وصل شدن و عشق ورزیدن هل میده. دومی تاناتوس یا رانه مرگه. نیرویی که به سمت تخریب، نفرت و نابودی کشش داره. به گفته فروید این 2 نیرو مثل 2 گرگ همیشه و همه جا دارن با هم میجنگن. و نکته تکون دهنده اینجاست. از دید فروید این میل به نابودی یه چیز غیر عادی نیست، یه بخشی از طبیعت ماست. این یعنی ما نمیتونیم یه روزی از خواب بیدار شیم و بگیم خب دیگه برای همیشه از شر این نیروی ویرانگر خلاص شدیم. نه، فقط میتونیم سعی کنیم مهارش کنیم یا مسیرش رو عوض کنیم. خب حالا بیایید این تئوری‌های روانشناسی رو به اتفاقات ملموس اجتماعی ربط بدیم. چیزایی مثل استیصال ملی و تحقیر سیستماتیک. اینا زخمای روانی عمیقی هستند که میتونن یه جامعه رو به سمت فاجعه ببرن. استیصال ملی یعنی یه جامعه به این باور برسه که دیگه کاری از دستش بر نمیاد. ضعیفه و نمیتونه سرنوشت خودش رو تغییر بده. این حس بی‌قدرتی مثل یه خوره به جون روان یه ملت میفته. و اینجاست که اوضاع خطرناک میشه. وقتی یه جامعه احساس درماندگی میکنه، ممکنه اختیارش رو دودستی تقدیم یکی دیگه کنه. انگار به یه رهبر قدرتمند یا یه نیروی بیرونی بگه ببین من که نمیتونم، تو بیا جای من تصمیم بگیر و عمل کن. این یعنی واگذاری کامل قدرت. کنار استیصال یه چیز دیگه‌ای هم هست به اسم تحقیر سیستماتیک. یعنی وقتی یه سیستم، یه ساختار دائما به تو این پیام رو میده که تو وجود نداری، تو بی‌ارزشی، حق تو مهم نیست. این کار به مرور زمان من یا همون ایگوی آدم‌ها رو متلاشی میکنه و یه روان زخمی باقی میذاره. اما آیا آخر قصه فروید فقط تباهی و نابودیه؟ نه.
فروید با همه بدبینی که به نظر میاد داره، یه راهی برای امیدواری باز میذاره. امیدی که از دل قدرت تسلیم ناپذیر رانه زندگی بیرون میاد. این جمله فوق‌العاده رو فروید وسط تاریکی جنگ جهانی اول نوشته. این یه بیانیه پر از امیده. داره تایید میکنه که نیروی زندگی حتی بعد از ویران کننده ترین اتفاقات باز هم قدرت بازسازی و خلق کردن رو داره. البته این یه امید ساده و خوشباورانه نیست. یه جور باور به خود نیروی حیاته. انگار فروید داره میگه زندگی کار خودش رو بلده. حتی اگه همه چیز با خاک یکسان شده باشه، رانه زندگی بعد از اینکه سوگواریش تموم شد، دوباره آستین بالا میزنه و از دل همون خاکسترها تمدن رو دوباره میسازه. و در نهایت ما میمونیم و این سوال بزرگ. توی این نبرد همیشگی بین ساختن و ویران کردن، بین عشق و نفرت، ما چطور میتونیم شرایط رو برای پیروزی نیروی زندگی فراهم کنیم؟ این چالشیه که فروید جلوی پای ما گذاشت و امروز شاید بیشتر از هر زمان دیگه‌ای باهاش روبرو هستیم.